میرن چایی چایی چته؟ چرا ناله میکنی؟ بابا گام شید بابا، خیلی بی معرفتی. تفاله هم تو دهنتون ناموس. حالم بده جان تو حاجی. هر جا میخواستید بودم. تو سرما بودم، مهمونی بودم، تو گرما بودم، قبل سیگار بودم، بعد سیگار بودم، تو خواستگاریاتون بودم، تو نشه بازیت بودم لاشی. یه دونه استوری تا حالا با من گذاشتی بزنی مثلا من اگه روزمو با چای شروع نکنم رفرش نمیشم، بعد زار تا زور داری استوری میذاری تو این کافه های ادایی با اون جلوک بیناموس من ماچا نزنم روزم روز نمیشه. بابا خیلی بیشرفی. نمک نشناسید، نمک نشناس. ناموسن تا دیروز ننت بله میداد بهت میکردی تو چای شیرین میخورد، الان واسه من ماچاباز شدی. چوسی چوسی چوسی. تستوسترونت اومده پایین حس میکنم جانت. حاجی من که میدونم این مزه بزاق دهن 8 پای ماده حامله رو میده. من نمیدونم چی جوری میخورید. حاجی کجان اون آدمایی که گرایششون من بودم؟ چای سکشوالا دیگه. بدبخت 2 روز دیگه از اونم زده میشی، میای سمت خودم، اون موقع نمیدم حتی بخوریش توفالمو. چون دم دستیم اینجوری شده به قولم. میگن چایی که خرج نداره ارجم نداره. اونایی که سربازی رفتن میدونم هر روزی که چمنای پادگان رو کوتاه میکردن اینا شب قرمه سبزی داشتن. ببین من در مورد قرمه سبزی صحبت نمی کنم، اسکل ببین چی به خوردت میدن.